سلام، شماهایی که فیسبوک استفاده میکنید بجای از اینکه عکس‌ها و ویدیوهای مردم را لایک بکنید، اگر ما برایتان بگویم از امو عکس‌ها از امو ویدیوهای مردم ماهانه هزاران دلار میتونید درآمد بکنید، باور میکنید؟ کسایی که باور نمیکنه ببینید اینی درآمد یک ماه ما از فیسبوک است. شما عکس هم اپلود بکنید میتونید درآمد بکنید، ویدیو هم اپلود بکنید میتونید درآمد بکنید و این فرق نمیکنه که شما در کدام کشور هستین. اگر شما میخواین از طریق فیسبوک ماهانه هزاران دلار درآمد داشته باشین، پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنین، به خاطر که ما قسمی که برایتان قول داده بودم مکمل دوره فیسبوک را از صفر تا مرحله درآمدش برایتان آموزش میدم و این اولین پارت ویدیو است و در این ویدیو طریقه ساختن اکانت پروفشنال فیسبوک و همچنین طریقه ساختن صفحه فیسبوک یا پیج فیسبوک را برایتان آموزش میدم و شما میتونید که از ویدیوهای ما مستفید شده ماهانه هزاران دلار میتونید درآمد بکنید. و ها یک چیز ناگفته نمانه، به خاطر از این کار شما با لپتاپ و کامره دیجیتال ضرورت ندارید. از طریق اینمی گوشی که شما ویدیو مرا تماشا دارین، از طریق اینمی گوشی شما میتونین کار را شروع بکنین و از طریق اینمی گوشی ماهانه هزاران دلار میتونین درآمد بکنین. و ما تمام آموزش های خود را از طریق گوشی برایتان آموزش میدم. حالا بعضیا بهانه‌گیری میکنه که تو لپتاپ داری، نمیفهم کامره دیجیتال داری، ویدیوهای پروفشنال جور میکنی، ما لپتاپ و کامره نداریم. نخیر، ما فقط ایرا به خاطر یوتیوب خود استفاده میکنم. در فیسبوک که هست حتی ویدیوهای خود ما اپلود نمیکنم. میتونین این صفحه فیسبوک مرا چک کنین. تمام ویدیوهای مردم از تیک تاک، از اینستاگرام، از یوتیوب دانلود میکنم، در فیسبوک اپلود میکنم و ماهانه این گونه هزاران دلار درآمد میکنم. تمامش ما از طریق اینمی گوشی برایتان آموزش میدم. پس میریم ویدیو خود را آغاز میکنیم، وقت شما را زیاد نمیگیریم. اگر ویدیو خوشتان اومد ویدیو مرا لایک کنین و اکانت تیک تاک مرا فالو بکنین، به خاطر که در تیک تاک بعد از این فعالیت خود را شروع کردیم. مکمل دوره فیسبوک را از صفر تا مرحله درآمدش برایتان آموزش میدم. مکمل دوره تیک تاک را، مکمل دوره اینستاگرام و یوتیوب را برایتان آموزش میدم که چگونه شما میتونین از طریق تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب ماهانه هزاران دلار درآمد داشته باشین. بجای از اینکه مزدوری مردم بکنین، من نمیگم که کاروبارتون را اعلام کرده بیاین در تیک تاک و فیسبوک فعالیت بکنین. نخیر، فعلا هر جایی که شما کار میکنین کارتون را ادامه میدین. فقط از طرف شب 2 ساعت برای خودتان وقت بگذارین، 1 ساعت ویدیوهای آموزشی ببینین. من نمیگم ویدیوهای مرا ببینین، هر کسی که برایتان طریقه درآمد آموزش میده ویدیوهایش ببینین و 1 ساعت خودتان سر خودتان کار بکنین. مثلا ویدیو مرا دیدین، ما در اینجا طریقه ساختن صفحه فیسبوک اکانت پروفشنال را برایتان آموزش میدم. بعد از برین در با خودتان اکانت فیسبوک جور بکنین و بعد از در ویدیو بعد برایتان طریقه اپلود کردن ویدیو را آموزش میدم. شما میرین همین گونه ویدیوهای خودتان اپلود میکنین، ویدیوهای مردم اپلود میکنین و این اختیار خودتان است. از این بیشتر وقت شما را زیاد نمیگیریم، میریم طرف آموزش خود که چگونه اکانت پروفشنال ساخته میشه با هم میبینیم. خب دوستای عزیز، آمدیم روی اسکرین گوشی، اینجا فیسبوک خود را باز میکنیم و بعد از اون میایم در پروفایل خود. این پروفایل فیسبوک ما درست است. این پروفایل را اول با پروفشنال دیشبورد تبدیل میکنیم. کسایی که پروفایل داره شما میتونید از پروفایل تان درآمد بکنین، چون اینجا بعضی هموطنان ما سوال پرسان کرده بود که آیا از همین آیدی فیسبوک میتونیم درآمد بکنیم؟ بله میتونین، ولی قبل از یک چیزی را برایتان نشان بدم. اینجا ببینین بعضی سوال کرده بود که آیا فیسبوک ما از افغانستان جور شده باشه ازش درآمد کرده میتونیم؟ بله میتونین. اینجا ببینین، اینجا نوشته کرده فرام کندوز افغانستان. ما این فیسبوک را در افغانستان جور کرده بودم ولی فعلا در استانبول زندگی میکنم. ببینین فرام کندوز افغانستان ولی فعلا لیوین استانبول ترکیه. این فرق نمیکنه که فیسبوک شما از کدام کشور جور شده. خب این حال میریم اینمی پروفایل خود را با پروفشنال دیشبورد تبدیل میکنیم. درست است. به خاطر از این کار اینجا بالای 3 نقطه کلیک میکنین، همین گونه بیاین در پروفایل فیسبوک خود و بعد از اینجا بالای اینمی 3 نقطه کلیک میکنین و اینجا در بالا ببینین تارن آن پروفشنال مود نوشته است. بالای میگذین کلیک میکنین و اینجا تارن آن کلیک میکنین. این پروفایل تان با پروفشنال تبدیل میشه اتومات. این تو یک صفحه میایه ویلکام تو پروفشنال مود میگه. اینجا در پایین نکست میکنین، دوباره نکست میکنین و در اینجا یک چیز را شما انتخاب میکنین. مثلا ویدیوها، عکس هایی که اپلود میکنین فرندایتان دیده میتونه یا پابلیک میکنین. ایرا پابلیک بالا را انتخاب میکنین، به خاطر که پابلیک بکنین ویدیوهایتان زیاد بازدید میگیره. این حال در پایین دوباره نکست میکنین و اینجا بعضی تنظیمات داره، اینا را همیشه پابلیک میکنین. ببینین پابلیک آن، پابلیک آن، همیشه اینا را فعال میکنین و این حال در پایین کانفرم کلیک میکنین، دوباره در پایین نکست کلیک میکنین، پایین میین دوباره نکست کلیک میکنین و این حال ببینین پروفایل ما با پروفشنال دیشبورد تبدیل شد. این حال از اینجا بک میشیم، دوباره بک میشیم. فعلا ببینین این صفحه است، یک بار رفرش بزنیم این تغییر میکنه. خب یعنی رفرش که زدم تغییر خورد و اینجا پروفشنال دیشبورد آمد. بالا اینمی پروفشنال دیشبورد کلیک میکنیم و بعد از اینجا ویلکام تو پروفشنال دیشبورد میگه. اینجا استارت ویت چالنجز، تیک تاک برایتان چالنج میته، روزانه ویدیو اپلود کو، میگه عکس اپلود کو. اینا را بعدا برایتان آموزش میدم. خب
اینال در بالا می مونتایزیشن است، بالای مونتایزیشن کلیک میکنیم. ببینید شما از چه طریق یا از چند طریق میتونین از فیسبوک درآمد بکنین. یکی ستاره فیسبوک است، دوم ادز آن ریلز یعنی ویدیوهای کوتاه، سوم بوناس، اینستریم است، سابسکریپشن است. مهمترینش اینمی ادز آن ریلز است، بوناس است و اینستریم است. شما هم کوشش بکنین که بالا اینمی سه گزینه زیاد فعالیت بکنین. یعنی اگر میخواین از ویدیوهای کوتاه در فیسبوک درآمد بکنین، باید ویدیوهای کوتاه در فیسبوک آپلود بکنین، او را ادز آن ریلز میگه. و اگر میخواین که از بوناس درآمد بکنین، عکس زیاد آپلود بکنین، و اگر میخواین از ویدیوهای طولانی درآمد داشته باشین، ویدیوهای طولانی آپلود بکنین که او را اینستریم است میگه. مهمترینش هم اینمی سه دانه است. اینال از اینجا بک میشیم. این تبدیل شد به پروفشنال داشبورد. اینال اینجا میاین عکس آپلود میکنین، ویدیو آپلود میکنین و ازش درآمد میکنین. اینجا میاین ببینید، من براتون نشون میدم. دوباره باز میکنم میره. ببینید اینجا خودتون بیاز میفهمین. اینجا بالای واتس آن یور مایند است، بالاش کلیک میکنین. اینجا فوتوز و ویدیو را انتخاب میکنین، عکس آپلود میکنین، ویدیو آپلود میکنین، از اینجا آپلود میکنین تا می شرایطش پورا بکنین. شرایطش چی است؟ فعلا هیچ شرایطی نداره، فقط یک ماه مکمل فعالیت بکنین، منظم فعالیت بکنین، ویدیو آپلود بکنین، عکس آپلود بکنین، ویدیوهای کوتاه آپلود بکنین. یک ماه بعد برایتان از طرف خود شرکت فیسبوک دعوتیه می این گونه. ببینیم برایتان نشان میتم. دعوتیه که آمد، اما دعوتیه را قبول میکنین، حساب بانکی را وصل میکنین، درآمدزایی شما شروع میشه. خب این بود تبدیل کردن پروفایل با پروفشنال. درست است. اینال ما میخوایم که یک صفحه فیسبوک جور بکنیم. صفحه فیسبوک از یک پروفایل دیگه جور نشان میتم برایتان، به خاطر که به پروفایل نمیخوایم جور بکنم. از این خاطر این فیسبوک دیگه من لاگین میکنم. از پروفشنال داشبورد هم میتونین درآمد بکنین. از آیدی یا از پروفایل پیشتر برایتان طریقه ساختنش آموزش دادم. خب اینال از صفحه فیسبوک هم میتونیم درآمد بکنیم. به خاطر از باید یک دانه صفحه فیسبوک جور بکنیم و به خاطر ساختن صفحه فیسبوک اینجا بالای سیمور کلیک میکنین. اینجا پیجز میآید، بالای پیجز کلیک میکنین و در اینجا تمام پیجایی که ما از طریق اینمی پروفایل خود جور کردیم اینجا نشان میده. ببینین افغان پلاس، افغان ریلز، عبداللطیف وسرگ، ای اف جی، تیک تاک، استار فامیلی، عبداللطیف وسرگ، افغانستان زیبا، افغان آنلاین تیپس. این تمام صفحاتی است که من در اینجا فعالیت دارم. اینال یک دانه تازه میسازم. به خاطر از اینجا کریت است، بالای کریت کلیک میکنیم و بعد از اینجا از شما پرسان میکنه که پرسونال یعنی پروفایل میخوای یا پابلیک. اینجا ما پابلیک انتخاب میکنیم، پابلیک پیج انتخاب میکنیم، در پایین نکست میکنیم و اینجا نام پیج خود را انتخاب میکنیم. به نام چی میخواین بسازین؟ مثلا من به نام صفحه را انتخاب کردم آموزش فیسبوک و بعد از در پایین نکست کلیک میکنیم. این نام شما انتخاب کرده نمیتونین میگه، به خاطر که این نام قبلا یک کسی گرفته. یک نام را انتخاب بکنین که هیچ کسی نگرفته باشه. مثلا آموزش افغانی نوشته میکنم، آموزش افغانی و بعد از نکست کلیک میکنیم. اول همین حروف اولش کلان بکنیم اینگونه. در پایین نکست کلیک میکنیم. ببینید این نام قبول کرد. اینال اینجا کاتگوری پیج تو را انتخاب میکنین. مثلا در کدام کاتگوری شما فعالیت میکنین، یعنی موضوع ویدیوتون را. مثلا از ما ایژوکیشن هست، ایژوکیشن انتخاب میکنم. ایژوکیشن آموزشی را میگه. ایژوکیشن وبسایت است، این را انتخاب میکنم و بعد از در پایین کریت کلیک میکنم. و در اینجا این گونه یک صفحه میآید. اینجا نوشته کرده you have created your page میگه. اینال اینجا یک گزینه را انتخاب بکنین میگه promote your product or service. اگر کدام آنلاین شاپ دارین این را میخواین که پروموت بکنین و یا هم کانتنت کریئتر هستین یعنی ویدیو میسازین به خاطر علاقمندایتان. ببینین create content and connect with fans است. ما اینمی گزینه پایین را انتخاب میکنیم، کانتینیو را در پایین کلیک میکنیم و این حال اینجا بیو نوشته میکنین. مثلا هر چی که خوشتون آمد نوشته میکنین. من اینجا نوشته میکنم سلام. ببینید من اینجا نوشته کردم سلام، خوش آمدین به صفحه آموزش افغانی. این را نوشته بکنین هم میشه، نوشته نکنین هم میشه یا بعدا هم بکنین میشه، ولی من به خاطر آموزشی را نوشته کردم. و بعد از اگر وبسایت دارین، لینک وبسایت داره اینجا نوشته میکنین، یعنی پیست میکنین ایمیل آدرستون را، شماره موبایل اگر میخواین. اگر نمیخواین مشکل نیست، هیچ نوشته نکنین مثل مواری. در پایین بیاین اینجا که هست اینمی فعالیت صفحه فیسبوک تون را باید یعنی در کدام ساعت ها شما آنلاین می باشین. مثلا always open من انتخاب میکنم، در پایین نکست کلیک میکنم. اینا از شما پرسان میکنه که عکس پروفایل و عکس کاور اپلود بکنین. اگر میتونین همین لحظه اپلود بکنین، اینجا بالای نمی کامرا کلیک میکنین، دایرکت میره در گالری تون یک عکس پروفایل انتخاب میکنین اینجا، یا بعدا هم میتونین انتخاب بکنین. خب این عکس در پروفایل محمد، در پایین نکست کلیک میکنم، عکس کاور بعدا برایتون آموزش میدم. و اینال این گونه یک صفحه میآید. اینجا براتون میگه انمی فرندایتان که در پروفایل بود آیا میخوای اینها را در همین صفحه فیسبوک دعوت بکنید تا همین صفحه تا فالو بکنه. اینجا بالای اینوایت کلیک میکنین، اینها همش دعوت میشه به صفحه فیسبوکتان و بعد از
تبدیل با فالوور میشه، ولی من این کارو نمیکنم چون به خاطر آموزش کار کرده رایستم. در پایین نکست کلیک میکنیم دوباره و اینجا تمام صفحات افغانی را برایتان نشان میده. آیا میخواین که از اینها یک چند دانش فالو بکنیم؟ من فعلا فالو نمیکنم. در پایین نکست کلیک میکنیم، دوباره در پایین دن کلیک میکنیم. اینا ببینین این خودش اتومات سویچ میشه به صفحه فیسبوکتان، یعنی در پیجتان. بالای سه نقطه کلیک میکنیم، اینا آموزش افغانی آمد، بالایش کلیک میکنیم. ببینین این صفحه فیسبوک ما جور شد. استارت تو را کلیک میکنیم، در پایین نکست میکنیم، دن کلیک میکنم. ببینید این صفحه فیسبوک است. اینا اد کاور است، بالای اد کاور کلیک کرده عکس کاور هم اپلود بکنین. در عکس کاور این عکس انتخاب میکنم. ببینید این عکس انتخاب کردم، در بالا سیو کلیک میکنم و بعد از او این صفحه فیسبوک ما جور شد، یعنی تکمیل شد. اینا چیکار میکنم؟ ویدیو اپلود میکنیم. ایرا در ویدیو بعد برایتون آموزش میتم. دیگه هیچ تنظیمات وجود نداره که شما ایرا تغییر بدین یا کدام تنظیمات دیگه نداره. بعضیا سوال میکنه که اینا تنظیماتش چه رقم جور بکنیم. خودش جور شد، هیچ ضرور نیست که اینا به تنظیماتش دست بزنین. خب ها اگر میخواین چک بکنین که شرایط درآمدزایی را پوره کردین یا نه، به خاطر از او اینجا پروفشنال داشبورد است، بالش کلیک میکنین و بعد از او اینجا در بالا مونتایزیشن است، بالای مونتایزیشن کلیک میکنین. اینجا ببینین پارتنرشیپ از ستاره، ادسان ریلز، بونس، اینستریم است و سابسکریپشن است. اینجا هیچ کدامش کی است فعلا فعال نیست. ببینین مثلا من ستاره را کلیک میکنم، به خاطر از او شرایط داره. میگه شرایطش چی است؟ باید کانتنت مونتایزیشن پالیسی ایرا ما پوره کردیم. الیجیبل کانتری در ترکیه هستم. ببینید تکمار خورده، به خاطر فعال کردن ستاره 500 فالوور باید در صفحه فیسبوکتان جمع آوری بکنین و گزینه آخر هم 500 فالوور است، او هم در ضرب یک ماه باید شما پوره بکنین. و ایرا که است ایت فکر نکنین در یک ماه اگر پوره کردن نتونم چی میشه. این 30 روز گذشته را حساب میکنه. این ماه پوره کردن نتونست ماه بعدی میتونین پوره بکنین. حالا از اینجا میبرایم ادز آن ریلز است. شرایط از چی است؟ یعنی از ویدیو های کوتاه اگر درآمد بخواین بکنین، بالا از گزینه کلیک میکنم. این که است فقط دعوت میشه. ببینین اینجا در بالا نوشته کرده earn money with ads میگه. به خاطر از این هیچ گونه شرایطی نیست، فقط ویدیوهای کوتاه اپلود بکنین. از طرف شرکت فیسبوک برایتان دعوتیه میآید. اینجا من براتون نشان میدم. این گونه ببینین وقتی که دعوتیه آمد بالای ستاپ کلیک میکنین، این هم فعال میشه و بعد از ویدیوهای کوتاهی که شما در اینجا اپلود میکنین ازش درآمد میکنین. و این حال میایم بالای بونس کلیک میکنیم. این هم هیچ شرایط نداره، از طرف شرکت فیسبوک برایتان دعوتیه میآید. ببینین اینجا صاف نوشته کرده eligibility فقط invite only میگه. فقط از طرف شرکت دعوت میشین. وقتی که دعوت شدین بعد از اون میتونین درآمد بکنین. ببینین صاف نوشته کرده bonus program are currently only available by invitation، یعنی شما عکس اپلود بکنین در فیسبوکتان، هر روز یک عکس دو عکس اپلود کرده برین، یک ماه بعد برایتان دعوتیه میاد و بعد از قبول میکنین. وقتی که قبول کردین و بعد از هر چقدر عکسی که شما در اینجا اپلود میکنین از اون عکس هایتان هم میتونین درآمد بکنین. اینا از اینجا میبرایم اینستریم هست برایتان نشان میدم. اینستریم هم کلیک میکنین. این شرایط نداره، این هم فقط اینوایت اونلی است، یعنی از طرف فیسبوک برایتان دعوتیه میآید. غیر از او هیچ شرایط نداره. این دختره ببینید اینجا برایتان خودش راهنمایی میکنه که چگونه ایرا فعال بکنید. این میره کسایی که انگلیسی را میفهمه، این می دختره بشنوین. دختر دانه دانه برایتان مرحله به مرحله برایتان راهنمایی میکنه که چگونه اینستریم از فعال بکنین. یک بار دیگه تکرار میکنم، اینستریم از ویدیوهای کوتاه میتونین درآمد بکنین. بونس از عکسایتان درآمد میکنین. ادسان ریلز از ویدیوهای کوتاهتان. این بود ویدیو امروزی ما. منتظر پارت بعدی باشین. در پارت بعدی طریقه اپلود کردن ویدیو را برایتان آموزش میدم.